شما دوستان، در مورد خونریزی‌های خود به خودی مغز می‌خواستیم صحبت کنیم. امروز در مورد خونریزی‌های خود به خودی مغز در افراد جوان و نابالغ یعنی کودکان صحبت می‌کنیم. علت اصلی اینجور خونریزی‌ها ناهنجاری‌های مغزی است. ناهنجاری‌های سرخرگی و عروقی است و یکی از شایع‌ترین اونها ناهنجاری سرخرگی سیاه‌رگی است. به طور کلی در بدن ما 3 جور رگ داریم. سرخ رگ‌ها که خون سالم رو، خون پر اکسیژن رو از قلب به جاهای دیگه میبرن. موی رگ‌ها که رگ‌های ریزی هستند و همه جای بدن خون و اکسیژن رو و غذا رو منتقل میکنند. و سیاه رگ‌ها که خون بدون اکسیژن رو دوباره به مغز، دوباره به قلب برمیگردونند. در ناهنجاری‌های مغزی سرخرگی سیاه‌رگی در مورد صحبت کردیم و باعث خونریزی میشه. موی رگ وجود نداره به طور غیر عادی و این باعث خونریزی مغزی در کودکان، در افراد بسیار جوان و نوجوانان میشه. چندین درمان برای این وجود داره: درمان جراحی ساده یعنی باز کردن مغز، دوم پرتو جراحی یا یک نوع پرتو درمانی و سوم فرستادن یک ماده ضد انعقادی، یک ماده انعقادی که به نام کویل معروفه، از راه سرخرگ رانی به سمت مغز و بستن این ناهنجاری سرخرگی سیاه‌رگی. علت‌های دیگری هستند که بسیار نادر هستند. متشکرم.